این ویدیو رو یه لحظه ببین. یا برای تو نوشتن هوا کمه. این برنامه به دست اساتیدی ساخته شده که داخل سینمای ایران خودشون رو به اساتیدی رسوندن. آقای سیامک انصاری و مهران غفوریان که دارن با کارهاشون، با این مرحله‌هایی که داخل این برنامه گذاشتن، دارن تمدن ایران رو تخریب میکنه. خب کار خوبی نیست دیگه. شما دقیقاً داری یه تمدن رو میذاری جلوت، میگی بهش سنگ بنداز. ولی اوضاع جایی باحال میشه که الان بهتون میگم. یه دقیقه ادامه همین ویدیو رو هم ببینید. اینجا و اینجا. خب اوضاع اینجا خیلی جالبتر میشه. چرا؟ تن اون اشخاصی که اون بغل وایسادن پانچوه. اون لباس یه لباس این شنلی بارونیه که داخل یه بگ جمع میشه، ضد آب، خیلی جاش کوچیکه، همه جا میشه با خودت حملش کنی و رنگ بندی مختلفی داره. این محصول رو ما داریم و خودمون تولیدش میکنیم و به پایین ترین قیمت میتونید از ما خرید کنید.